اگر پهلوانی ندانی زبان، به تازی تو اروند را جلوه خواند. امروز هم 30 ماه خرداده، برابر با 19 ماه یونی 2020 میلادی. این روز جمعه 19 ساعت به وقت ایران می شود تقریبا 10:30 ایران، هنوز نشده 10:30 ایران. در این روز جمعه به اخبار ما یه مروری می کنیم، اخبار مهم، و بعد می پردازیم به موضوعات فلسفی. اخبار دلالت می کند بر دونالد ترامپ که یک پستش در فیسبوک حذف شد. این خیلی مهمه که فیسبوک اینو به دلیل ریسیسم حذف کرده. گویا حمله کرده به آنتیفا یعنی همون آنتیفاشیسم که اینو من توی کلیپ توضیح دادم که در سال 1933-34 در اون سالها به وجود اومد در آلمان، مقاومت شد علیه فاشیسم. در سال 1984 در واقع آنتیفاشیسم اروپا خیلی دیر، بعد از حدود 50 سال در اروپا شکل گرفت. به هر حال بله، همون بعد از 50 سال 1984 در اروپا شکل گرفت. خب به این دلیل به هر حال حمله که کرده به آنتیفا، این فیسبوک حذف میکنه. آنتیفا علامتش دقیقاً بیرق دویچه رو عوض کرده، برعکس کرده. بیرق دویچه سیاه بالاست، بعد سفید، بعد سرخ. حالا حتی سیاه و سرخ و سفید هم میتونی بکنی، ولی سیاه همیشه باید بالا باشه. ولی آنتیفا اومده قرمز بالا کرده، بعد یه خط نازک سفید زده، بعد سیاه و پایین زده. این علامت آنتیفا، قرمز بالا، عین شبیه پرچم عراق و یا سوریه هستش که من بارها توضیح دادم که این در این پرچم ها شبیه هم پرچم دویچه‌هایشه، پرچم عراق و سوریه امروز و مصر. ولی کشوری اجازه نداره که سیاه بالا بزنه، اینا قرمز بالا زدند، چون سیاه بالا در این سه رنگ انحصار داره به دویچه‌هاش. خب این در ارتباط با آقای پرزیدنت ترامپ که به احتمال زیاد برنده میشه و امیدواریم برنده بشه. ما میایم تو بحثا مرتب به این مرور میکنیم که امیدواریم به سود منافع ملی ایرانه که ترامپ برنده بشه. به این ما مرور میکنیم. بله، اگر پهلوانی ندانی زبان، به تازی تو اروند را دجله خواند. یعنی اگه زبان پهلوانی نمیدانی، به جای اروند بگو دجله. خب خیلی جالبه، یادمون نمیره دیگه میدونیم که دجله اسم اصلیش اروندروده. اینو حکیم گفته، حکیم ابوالقاسم فردوسی. خب رو این باز هم ما مرور میکنیم، رو این احتمال داره اگه من فراموش نکنم بازم روی این مسئله برمیگردم و این سوال اول مطرح میکنم. راستی آیا به نظر تو عقلانیه که یک نفر بزرگترین حکیم، یا دیگه غلو نکنم، حداقل بزرگترین ادیب تاریخ ایران باشه، کسی که به گفته‌ای زبان فارسی رو برای ما زنده کرد؟ حالا یکی از اون افرادی که برای حق به گردن ما ایرانیان داره، تاریخ ما رو، اساطیر ما رو زنده کرد، کسی که بهش واقعا میشه گفت بالید، به این مرد، به این بزرگ مرد، کسی که ما بدون فردوسی چیزی نداریم. ما بدون این حکیم، فکر کنید ما فردوسی شاهنامه رو نداشتیم، چی بودیم؟ ما ایرانی‌ها چی بودیم؟ چه چیزی داشتیم؟ چه نقطه اتکایی داشتیم ما ایرانی‌ها؟ چه ممیزه‌ای داشتیم؟ چه نقطه برتری داشتیم؟ حالا برتری هم نمیخوام بگم برتری نژادی، ولی به هر حال برتری فرهنگی نسبت به فرهنگ‌های پایین‌تر، چون فرهنگ‌ها همیشه بالا پایین دارن دیگه. ما اگه بخوایم زیادم نگیم خیلی بالاییم، مثلا در سطح فرهنگ‌های اروپایی قابل رقابت نیستیم،
ولی به هر حال نسبت به خیلی کشورها حوزه‌های تمدنی وضعیت اون بهتره. اگه بدون یکی شاهنامه نداشتیم کجا بودیم؟ حالا شما سوال اینه آیا اون کسی که میگه اگر پهلوانی ندانی زبان، زبان پهلوانی رو نمیدونی، به تازی تو اروندراد دجله خان، اینو گفته دیگه، حکیم دیگه، حکیم ابوالقاسم فردوسی گفته اینو دیگه. خب یه همچین شخصیت تاریخی ما داریم، خب تو میتونی بگی باباش نمیفهمیده؟ تو میتونی بگی بابای فردوسی نادان بوده؟ فردوسی همینجوری، حکیم ابوالقاسم فردوسی همینجوری یهویی چیز میشه، شاعر میشه؟ باباش بلد نبوده؟ باباش فارسی بلد نبوده؟ باباش انقدر فهم نداشته که اسمشو بذاره کیکاووس؟ چرا اسمشو نذاشتش مثل من بهزاد؟ چرا اسمشو نذاشتش مثل اون برادر بابیم بهمن که تو FBI کار میکنه در امریکا، پشت شبکه‌های فارسی زبانه، بهاییه، زن شیرین فریدیان، تیمارستان دارن، جنایتکارن مثل بقیه بابی‌ها؟ چرا اسمش نذاشت مثل برادر بزرگتر من بهروز؟ آدرس تهران مجیدیه شمالی شمس‌آباد خیابان برادران ابوالحسنی پلاک 83 تا 85 و همچنین 56. بهروز اسماعیل زاده، بابی بهایی، عضو پلیس اینترپل، نقش داره در بیت کوین و نقش داره در پشت شبکه‌های فارسی زبان، میلیاردره. اسم پسرش هستش خشایار اسماعیل زاده، اسم زنش هست شادی صدر، نه اون شادی صدری که میان اون جعلن. بهروز اسماعیل زاده در لوتو دخالت میکنه، سهم بزرگی از فیسبوک رو داره، در لوتو اعمال نفوذ میکنه، میلیاردره. احتیاجی نداره بیشتر میلیاردر بشه چون بخش بزرگی از فیسبوک رو داره و در بیت کوین اینها برادرای من صاحب امتیازن، یعنی قدرتمندن. اون در امریکاست، FBI اطلاعات رو میدوزد به بهروز اسماعیل زاده میداد، بهروز اسماعیل زاده هم اطلاعات رو میدوزد به او میداد. چه اسم حکیم ابوالقاسم فردوسی رو گذاشت ابوالقاسم، نذاشت بیژن. بیژن برادر دیگه من هست، ما 4 تا برادریم، اما با ب شروع میشه، با ب و فارسی اسامی. چرا نذاشت بیژن که در موشکسازی ایران نقش داشت؟ زنش، پدر زنش از افراد نزدیک بیت خامنه ایه، پدر زنش. ایرانی عراقی رانده شدن، سارا فامیلش حالا مهم نیست، زنشه، خودش در موشکسازی کار میکنه، در واقع تسلیحات ایران کار میکنه، با مجتبی خامنه ای رفیق نزدیکه. نماز تا حالا در عمرش نخونده، تا حالا ریش نذاشته، مثل بقیه خانواده من. بهایی بابی. چرا اسمشو حکیم نذاشت بیژن، بهمن، اردشیر؟ چرا پدر حکیم ابوالقاسم فردوسی اسم پسرشو نذاشت وهومن؟ چرا اسم پسرشو نذاشت سالار؟ چرا اسم پسرشو نذاشت فریدون، جمشید؟ چرا اسمش گذاشت ابوالقاسم؟ مگه پسرش نگفت اینو اگر تو زبان پهلوانی نمیدونی به اروندرود بگو دجله؟ نمیدونست؟ فکر کردی؟ به این موضوعات میپردازیم. یا چرا پدر حکیم عمر خیام نیشابوری اسم پسرشو گذاشت عمر؟ چرا نذاشت علی؟ چرا نذاشت اردشیر؟ چرا نذاشت بابک؟ چرا گذاشت عمر؟ به این موضوعات میپردازیم. خب اخبار اینطوریه که دوباره به اخبار برگردیم. یک برنجی هست به اسم اونکل بنز. بنز نه بنز اتومبیل، بنز اتومبیل با ز می نویسن، با ست، زی، زد، مثل زورو. بنز اتومبیلو اونکل بنز با اس نوشته میشه، BENS، آنکل بنز. برنجای اتفاقا خیلی هم
بدمزه و گرونیه، آمریکاییه، خیلی هم برنزای خشک و سفتیه، قیمتش هم خیلی بالاست، بسته‌هاش توی بسته‌ای هست. این اسم این روی جعبش سیاه‌پوست، آمریکایی‌ها میخوان به دلیل ریسیسم برچسب رو عوض کنن یا اسم رو عوض کنن یا تغییر بدن. این خبر رو اول بگم. بعد این اونکل بنز برنجایی که مثلا یه بسته یه نیم کیلوییشو میفروشن توی بسته مقوایی، در آلمان هم هست، در همه جای دنیا هست این برنجای آمریکایی آنکل بنز. بعد عکس سیاه‌پوسته که یقه سفید و یه کرواتی هم زده، یه مرد مثلا 60 ساله است. این آرم آنکل بنز، برنج آمریکایی است. اتفاقا خوشم هم نمیاد برنجش، از اون برنج آمریکایی سفتاست که خیلی خیلی خشکه. قیمتش هم مثلا از باسماتی ها تو سوپرمارکت، مثلا آلمان باسماتی کیلویی 3 €، باسماتی هندی البته، تو سوپرمارکت های آلمان تقریبا کیلویی 3 €. آلدی داره، لیدل داره، بعد روه داره، بسته های باسماتی 1 کیلو 3 €. باسماتیش هم خوبه کسی برنج مصرف بکنه، ولی اونکل بنز نیم کیلوشو مثلا میده 3 € یا 3,5 €. من یه چون همین مسئله کرونا کم بوده مواد غذایی بود، اون روزای اول که سوپرمارکت‌ها خلوت شده خالی بود، نسبتاً خالی بود، بخش برنج و ایناش رفتم، روغن و ایناش بود، فقط مثلا قسمت مواد شوینده ضعیف بود. بعد دیدم میخواستم برنج بخرم، دیدم اون برنج باسماتی نداره، مجبور شدم اونکل بنزی بگیرم، خیلی هم گرون بود برای اولین بار. آره. بعد یه مارک دیگه هم هست به اسم آنت جنینا، یه همچین اسمی، آنت جنینا، که این عکس یه زن رو انداخته. یه سسایی هست که این سس رو میریزن مثل در واقع زیروبه، یه سس شیرین شکره، یه نوع زیروبه که اینو روی مثلا شیرینی درست میکنی، نون پنجره‌ای ها، مثل عسل میریزی رو اون نون پنجره‌ای ها مثلا میخوری. برای درست کردن کیک هم از این سس مثل کچاپ ماننده ولی شیرینیه، مثل عسله، از این استفاده میکنن. اینو هم آمریکایی‌ها اسم اون علامت میخواد عوض کنن، عکس زن نسبتا مسن سیاه‌پوسته. خب این به این دلیله که آنکل یعنی عمو بنز که اسم این برنجه، میخوان اون لوگو عوض بکنن. حالا این لوگو نوشتن، ما نمیدونیم که عوض میکنیم، ولی 100% عوض میکنیم. چه شکلی میخوایم بکنیم لوگو رو نمیدونیم، ولی از این حالت خارج میشه. 130 سال قدمت داره این لوگوی آنکل بنز و اون آنت جنینا که یه همچین اسمی داره. آمریکایی‌ها میدونن، اگه حالا چون من مصرف نمی‌کنم هم چیزی و در آلمان نیست، اسمش یادم رفت، اینو تو توییتر فرستادم اسمش یادم رفت، حالا مهم نیست. عکس خانومی هستش که سیاه‌پوسته. این شرکت‌ها و چند شرکت دیگه مواد غذایی زیر شرکت پپسیکو هستن. شرکت پپسیکو همون شرکتیه که مواد غذایی میفروشه. پپسیکو در واقع سقف شرکت پپسیه، همون نوشیدنی پپسی که رقیب کوکاکولاست. البته نمیتونه با کوکاکولا رقابت بکنه، یه موقعی سعی کرد رقابت بکنه، شکست خورد، ولی به هر اون کارخونه پپسی یه شرکت بالایی داره که پپسیکو مواد غذایی میفروشه. برنج اونکل بنز هم زیر اونه و چندین تولیدات محصولات دیگه هم در آمریکا عرضه میکنن و در دنیا. علت این که میخوان عوض بکنن اینه که آنکل یعنی عمو و این در قدیم به سیاه‌پوستا به جای میستر اطلاق میشده. به جای اینکه به سیاه‌پوستا بگن میستر بنز، مستر جاناتان، میگفتن آنکل جاناتان. این یه اصطلاح ریسیسمیه. منم یادمه من وقتی این مطلب خوندم بعد از 31 سال در آلمان جا خوردم. دیدم که مثلا موقع کار بعض اوقات ممکن بود آلمانی ها به کنایه به من اونکل بهزاد میگفتند، مثلا ممکن شوخی بعد یه آلمانی به من گفت، این یه خانم آلمانی که خیلی میفهمید یه روز اومد به من گفت چرا جوابش ندی؟ گفتم چرا؟ گفت بهت گفت اونکل بهزاد. من گفتم خب به من گفت عمو بهزاد دیگه، چیزی نیست. آخه ترکا دیدی میگن عمو جان، مثلا ما که میگیم عمو جان، عمو
عمو اونا میگن آمو، مثل آبادانی‌ها میگن ترکا. بعد اونا هم دارن ترکا آمو، میگن آمو جانو. بعد یا آرگاداش میگن، از این اصطلاح‌ها به کار میره. یا در آلمان حتی برودر، خیلی بعضی کومپل هافتن رفیقان میگن برادر، حتی آلمانی ممکنه. منتها آلمانیایی که با خارجی زیاد تماس دارن میگن اسلامی لفظ برودر زیاد، ولی احتمال داره به کار بره بین آلمانی و خارجی بگم برودر، یا ترک با ایرانی یا ترک با ترک. مثلا بگه رفیق بیا بریم، منظورت چیه؟ یا رفیق مثلا بریم فلان کارو بکنیم، میگه برودر. مثلا میگه بریم باشگاه چیکار بکنیم، اینو اصطلاحا بعضی اوقات برادر به کار میبرن در زبان آلمانی، خیلی کم این اصطلاح. وقتی اون طرف من گفت اونکل بهزاد، تعجب که من، اون خانم آلمانی من گفت چرا جوابش ندی؟ این ریسیستی بود حرفش زد، اون دختره یا اون پسره مثلا، اون آقا یا اون خانم. گفتم چطور مگه؟ گفت اونکل بهت گفت. خب من اون موقع درک نکردم، فرصتم نشد برام توضیح بده. شایدم توضیح داد، این درک نکردم، قبول ازش نکردم. اینو دارم در حافظه. ولی مطلب رو میخونم، دیروز این مطلب رو خوندم، دیشب در توییتر هم پست کردم خودم، دیدم که چه مطلب جالبیه. مطلب رو خوندم، مطلب آلمانی بود اون روزنامه رو، که در قدیم به میستر میگفتن آنکل. بعد من یه چیز واسه من کلیک روشن شد، یه فیلمی بود کلبه عمو توم که در فیلم سینمایی بود، اومده بود توی سینمای ایران هم، چقدر هم غلوف کردن، چقدر هم سانسور کردن، اصلا یه فیلم دیگه ساخته بودن ازش. ولی موضوع برتری نژادی و نژاد پرستی و نفی و در امریکا و این مسائل بود، این مصادیق بود. یک رمانی هم هست، حتی این فیلم هم در سینما هم اومد، در سینما کاپری، میدون 24 اسفند یا میدون انقلاب، فیلم کلبه عمو توم. شبیه همین نام هم در زبان آلمانی و انگلیسی هست این فیلم. منتها فیلم یه فیلم دیگه است، اون چیزی که در ایران نشون دادن با 1000 تا سانسور اصلا عوض کردن، خیلی نفرت آمیز کردن فیلمو. یه صحنه خوبم اون فیلم داشت که میتونست به حال متعادل باشه، اون هم سانسور کردن، فیلمو خیلی ضد آمریکایی کردن، ضد سفید و یا ضد آمریکایی. به هر حال این برنجار هم دارن عوض میکنن لوگوشونو، اونکل بنز. و در قدیم هم اون برده‌هایی که برای اون شرکت ها کار میکردن، برای سیاه‌پوست، پیرن یقه سفید هم میپوشیدن. این هم هست دقیقاً، پیرن یا کراوات میزنن. اونایی که برای سفید پوست کار میکردن، سیاه، باید حتما یه پیرنی میپوشیدن یقه‌اش سفید باشه مثلا. اینم بگم، در صورتی که یه سفید بود میتونست پیرن با یقه‌های رنگ‌های مختلف پوشه، ولی سیاه حتما بعد یقه سفید میپوشیده. و اینم تو اون عکس لوگوی برنج آنکل بنز هستش. اینو میخوان تغییر بدن، بسیاری از مارکا رو آمریکایی‌ها میخوان تغییر بدن. اینم یه خبر مهم. خبرهای دیگه در ارتباط با خبرهای خارجی، حالا من تمام از ذهنم پرید، در ارتباط با خبرهای خارجی اگه بازم به ذهنم اومد میگم. در ارتباط با ایران، این که شما میبینید این سازمان انرژی اتمی به ایران فشار آورده و که چرا 2 سایت نتنز هم نه، همون جایی که اسمش چی بود خدایا، درغوز آباد، همچین جایی، همچین نقطه‌ای بود که اسرائیلی‌ها میگفتن اینجا در واقع ایران دست به تحرکات اتمی زده. ایران مرتب اینو تکذیب میکرد. اسرائیلی‌ها حتی گفتن ما 2-3 تن سند دزدیدیم از اونجا، برای ما آوردند. بعد وزیر امور خارجه و مسئولین روابط عمومی خارجه، سخنگوی خارجی دولت جمهوری اسلامی یا حکومت جمهوری اسلامی ایران، اینجوری بگیم دولت که نیست، اون حکومت جمهوری اسلامی یا دولت روحانی، با طنز و شوخی و اون عراقچی همچین نامی بود، گفتش که درخوزان چقدر اینا ساعت پایینن. یا آقایی به اسم صدفان سولاخی، آقا صدفان سولاخی توهین نیست،
صدفان سوراخی آخه افسری با صدفان 2 شروع میشه، یعنی شما میری دانشکده افسری صدفان 2 میشی، یه ستاره. بعد 2 تا ستاره که بشی میشی صدفان 1، 2 تا ستاره. 3 تا ستاره بخوره چپ، 3 تا ستاره راست، میشی سروان. صدفان 2 1 ستاره، صدفان 1 2 تا ستاره، سروان 3 تا ستاره. بعد میشه سرگود یا قپه میخوره. بعد 2 تا قپه میشه سرهنگ 2، ما سرهنگ 3 نداریم، یه قپه سرگود، بعد سرهنگ 2 تا قپه، بعد 3 تا قپه بخوره میشه سرهنگ تمام یا سرهنگ 1. خب یعنی سرگود، سرهنگ 2، سرهنگ 1 یا سرهنگ تمام، که بعدش هم میشن چی؟ تیمسار. حالا ولی کسی اگر درجه دار باشه، یعنی با گروبان 3 بره جلو، گروبان 2 بشه، بعد گروبان 1، بعد میشه استوار، بعد میشه صدفانیار. این صدفانیاری حذف کردن، صدفانیار مستطیل بود، یعنی بعد از اون میشد صدفانیار 3 یه دونه مستطیل، بعد صدفانیار 2 2 تا مستطیل، بعد صدفانیار 1 3 تا مستطیل که میخورد. بعدش دیگه همون صدفانیاری هم که بود تقریبا افسر حساب میشد. بعد میشد صدفان 3. صدفان 3 که میشد یه ستاره میخورد، یه ستاره. صدفان 3 وقتی یه ستاره میخورد، فرقش با صدفان 3 افسری این بود. صدفان 3 معمولی افسری یه ستاره داشت، ولی صدفان 3 که از درجاری شده بودی، صدفان 3 تازه به اولین پایه افسری رسیده بودی، یعنی با یه ستاره، یه ستاره بود که آخر ستاره یه گردی بود، یعنی زل هر ستاره، گوشه هر ستاره یه دایره بود، یه سوراخ بود، یعنی یه ستاره بود که گرد دور تا دورش بود. میگفتن به اصطلاح به اونا صدفان سولاخی، یعنی از درجه داری شدی صدفان. اینو من بارها گفتم، کسی هم اینو نمیدونه، میگن اون مستقی پستقی و سید بهبانی ها میان مسخره میکنن، شوخی میکنن، نمیدونن. نه، حقیقتی هست و اصطلاح هم گفته میشد، یعنی درجه داری که وارد افسری میشدن، یعنی تمام مراحل طی کرده، گروبان بوده، بعد استوار شده، استوار 1 شده، بعد صدفان یار 3، صدفان یار 2، صدفان یار 3، تمام. بعد میشد تازه پیر میشد صدفان 2. مثلا میشد 60 سالش صدفان 2، 55 سالش صدفان 2، بعد میشد صدفان 1، بعد دوباره میشد پروسه افسریش هر 3-4 سال، 2 سال، 3 سال بستگی داره طی میکرد که بشه مثلا سرگرد و سرهنگ و اینا. پس از درجه داری یکی بشه افسر، صدفان 3 که بشه همون ستاره رو داره، ولی دو گوشه هر ستاره 5 زلش یه گردیه، میشه چی؟ به اون میگفتن صدفان سوراخی اصطلاحه. اون صدفان سوراخی که به فرامرز دادرس معروفه، اونم مسخره میکرد، میگه اسرائیلیا 2 تن چیز از دورقوزآباد دزدیدن. آخه الان همه چیزا توی یه دونه چیز دیجیتالی تمام اطلاعات ضبط میشه. نه، من اینو گفتم برات. اطلاعات مثلا روسا، سیستم روسا اینطوریه، اطلاعاتو چیپس نمیکنن، چون هر چقدر تو اطلاعاتو کوچیک‌تر بکنی، یعنی بخوای تو اطلاعات تو چیپس قرار بدی، زود گم میشه اون اطلاعات، خیلی زود گم میشه. به همین دلیل، برای اینکه اطلاعات گم نشه، از بین نره، اطلاعاتو تو روش‌های قدیمی اینا ضبط میکنن. و اسرائیل که میگفتش که ما نزدیک 800 کیلو، 1 تن یا 2 تن اطلاعات اسناد دزدیدیم، راست میگفت از دورقوزآباد. بعد اینا مسخره میکردن، میگن از اسمش معلومه عراقچی، که اسرائیلی‌ها رو دست خوردن. ببینید همه مسخره میکنن. اون امید بشقاب پرنده هم میومد مسخره میکرد دورقوزآباد، اسرائیلی‌ها اومدن فلان کردن، دستشون انداختن اسرائیلی‌ها. الان معلوم شده سازمان انرژی اتمی میگه چرا شما چیز نمیکنید، اجازه بازرسی نمیدید. جمهوری اسلامی هم اکیداً تکذیب کرد، اکیداً جلوشو میگیره، میگه ما به هیچ وجه اجازه بازرسی از دورقوزآباد رو نمیدیم. یه پایگاهه که میگن نه ما هیچی نداشت. یه بازرسی هم کوتاه هم یه چیزی هم اول اجازه دادن تا یه جایی. گفتم در زمان خاتمی قرارداد بسته بودن از این ماشینایی که
تقریبا 150 متر طولشه، مثل کرم ابریشم زیر زمین سوراخ میکنه، حفر تونل. 2 تا از اینا ایران فروخته، آلمان 2 تا. این شرکت ها آلمان میسازه این ماشینا رو و سوئیس میسازه. اینا اولی هم ممکنه آمریکا هم بسازه، نمیدونم، ولی اصل این شرکت ها ساخته سوئیس هست و آلمان. 2 تا 3 تا شرکتن اینا رو میسازن که زیر زمین حرکت میکنه. دقیقا مثل کرم ابریشم هم اینو اقتباس کردن از کرم ابریشم، یعنی خورتو مانند دیدی که تو خودش جمع و راست میشه، این حرکت میکنه. یه مته داره، مته قطرش یه چیزی حدود 10-15 متره، 10-12 متره قطر مته، سر مته. بعد اون تیکه تیکه های الماس دور تا دورش هست، نمیدونم چند صد میلیون دلار قیمت اون ماشین. 100 متره یا 150 متره. این مته میچرخه سرعت فکر میکنم 1 متر در ساعت مثلا یا 2 متر در ساعت حرکت میکنه. این ماشین زیر زمین میتراشه میره زمین، تونل میکنه. بعد وقتی که خاکو میکنه، این خاک روی تسمه قرار میگیره، واسه همین 150 متره میاد. این خاک، همون خاک وقتی میاد، همون زغال سنگی داره، معدنی داره، همون دستگاه میتونه روی همون دستگاه که میاد بیرون تو 150 متر حمل میشه، زغال سنگ و اینا، همون دستگاه میتونه اونو، زغال سنگ هم میتونه تمیز بده، تفکیک بکنه و اون از کسانی که در واقع تونل هم دارن حفر میکنن، معدنی چیزی هم باشه، از اون معدن میتونن استفاده هم بکنن در حین اینکه داره حفر میکنه. یعنی تیکه تیکه های سنگو میذاره رو تسمه، حرکت میده. از این دستگاه 2 تا زمان خاتمی خریدن که در زمان اوایل احمدی نژاد به ایران تحویل دادن. اینو هیچ خبرگزاری بهت نگفته، فقط منم دارم اینو بهت میگم. فقط من یه نفرم که اینو بارها نوشتم و بهت گفتم. از این دستگاه ایران 2 تا خرید که آلمان این دستگاه ها رو برای اینفراستراکچر به ایران فروخت که بتونه ایران اینفراستراکچر و زیرساختاشو تقویت بکنه. جاده بین تهران شمال تونل بتونه بزنه، یعنی تونل های زیرزمینی بین تهران و شمال قرار بود بزنن، از زیر کوه بتونه بره تونل که شما بتونی از تهران سوار ماشین بشی با سرعت 200 کیلومتر 80 کیلومتر در ساعت حرکت کنی به سمت چالوس یا به سمت بندر آستارا یا شهرهای شمال، از زیر کوه‌ها مستقیم. خیلی هزینهش کمتره، که چون روی کوه‌ها هر چقدر تو بخوای تونل بزنی نمیتونی رد شی، باید مارپیچ بزنی دیگه. ولی از زیر تو میتونی ظرف مثلا 20 دقیقه یه رو از تهران بری چالوس، وقتی مستقیم باشه، یا یه اتوبان مستقیم مثلا به چالوس یا به آستارا مثلا ظرف 1 ساعت تونل. این به این دلیل اینا رو فروختن. ایران اومده اینا رو انداخته زیر زمین، داره چیز میکنه، پایگاه موشکی میسازه. تمام پایگاه موشکی میبینی تونلایی که زدن سرسام‌آور اون تونلای زیرزمینی که ایران زده، هنوزم دارن میکنن اینا، معلوم نیست. بعد معادنش هم چیز میکنن، میفروشن، معادنی چیزی در بیارن میفروشن. یه موقع اون ماشین میکنه میخوره به شهر زیرزمینی. فکر کن چقدر گنج و چقدر چیزای عتیقه و اسناد تاریخیه که اینا به باد میره. بعد اینا رو در میارن میفروشن، اگه معدنی باشه معدن رو میفروشن و سوراخ میکنن پایگاه موشکی در سمنان و جاهای دیگه. خب ولی بازم من اینو بهت گفتم که آلمان به ایران در واقع اجازه داده و کشور اروپایی که ایران 2 تا 3 تا 4 تا بمب، یعنی دقیق هم نگفتن، بمب اتمی بسازه. اصلا برجام یعنی این که ایران اجازه داره 2 تا 3 تا 4 تا بمب اتمی بسازه، به خاطر اینکه بتونه مقابله بکنه با پاکستان. چون ایران حق داره از دید آلمان ها کیه؟ خانم مرکل. آلمان کیان؟ آلمانا وزیر امور خارجه آلمانه، میاد مثلا مخالفت میکنه. برجامه نه اون نی، وزیر امور خارجه نیست، مرکل نیست. آلمانا نظام من دارم میگم. من اون برجام خرجامو نمیگم، من خرجام نمیگم، من اون آلمانیه رو نمیگم که میاد تو روزنامه واسط مینویسه. من دارم نظامو میگم، یعنی دستگاه امنیت آلمان، یعنی کشور آلمان، منافع دراز مدت مرکل هم حالیش نیست،
او تصمیم گرفت ایران میتونه اتمی بشه. چرا او تصمیم گرفت ایران میتونه اتمی بشه؟ اونی که خانم مرکل میگه و خرجام میکنه و برجام میکنه و نمیدونم تحریم میکنه و فرانسه گفته نه ما متن رو میدیم به شورای امنیت و چین گفته ما رد میکنیم و اینا، این بازی ها من واردش نمیشم. من دارم میگم آلمان، نه خانم مرکل، نه وزیر امور هایکو ماس یا به هر حال دستگاه های دولت آلمان من نمیگم، من دارم حکومت آلمان رو میگم. حکومت آلمان با اتمی شدن ایران موافقت کرد. خب داریم میبینی ترور میاد میکنه، بختیار رو میکشه، اون یکی رو میکشه، میره نمیدونم میکنوس رو واسط میکشه، همون قاتل میکنوس پرویز دستمالچی میاد تو شبکه من و تو، همون قاتل اومده با مسلسل بسته، بعد تو میکنوس، یعنی قاتل برادر تو میاد مثلا تو وقت به من فوش میدی، میگی بهزاد تو چرا مثلا به مصدقی حمله میکنی، به پرویز دستمالچی حمله میکنی؟ خب من که میگم به مصدقی حمله میکنم، به اون یارو بهرام مشیری حمله میکنم، به این دلیل حمله میکنم چون اونا یا میدونن که این پرویز دستمالچی جنایتکاره یا اینکه نمیدونن. اگه نمیدونن چرا حرف منو گوش نمیکنن یا چرا سوال نمیکنن؟ یعنی عقلشون انقدر کمه؟ یعنی اون مستقی پستقی و مهبانی و اون میبودی پیبودی اینا اینو باور میکنن؟ یعنی تو هموطن اینو قبول میکنی بعد منو قبول نمیکنی؟ تو یعنی عقل خودتو میدی دست پستقی و مستقی و مشیری و پشیری و اینا، عقل خودتو تو میدی دست اونا، تو به من حمله میکنی، تو به من میگی خائن، پاسدار، تروریست. خب عقل داری. اون پرویز دستمالچی رفته تو برلین زندگی میکرده. کی؟ 30 سال پیش. 30 سال پیش چند تا رستوران داشتین تو برلین؟ 2000 تا ایرانی ها رستوران داشتن. 2000 تا. 100 میلیون ایرانی در برلین بود. نه 2000 تا نبود، 2 تا رستوران بود. 30 سال پیش میرفتی برلین 2 تا رستوران بود، 3 تا 4 تا رستوران بود، 2 تا دکه بود ایرانی بود. مثل الان سوپرمارکت ایرانی بزدن. یه ایرانی 31 سال پیش تو برلین میشناخت یارو رستورانیه رو. تو برلین زندگی بکنی یارو رستورانه میشناسی یارو، چون اینترنت داری دیگه. 30 سال پیش چون شبکه تلویزیونی داری دیگه. نه نداری اینترنت. تنها پل ارتباطی ایرانیان اون رستورانه بود. الانه که داری، 30 سال پیش نداری. ببین چی میخوام بهت بگم. میخوام بهت بگم 31 سال پیش من که در ویسبادن زندگی میکردم، برای اینکه با ایرانی‌ها کنتاکت برقرار کنم از ویسبادن با قطار سوار میشدم، با پول پناهندگی ماهی فلان 30 یورو خرج میکردم بیام فرانکفورت، فقط توی رستوران با یه فضای ایرانی آشنا بشم، با یه فضای ایرانی. فضای ایرانی نبود تو آلمان. الان که اینترنت هست، تلویزیون هست، میزنی رادیوهای ایرانی، تلویزیونهای ایرانی، شبکه‌های ایرانی، ایرانی‌ها بیشتر شدن. 30 سال پیش یه رستوران میکنوس که صاحبش ایرانیه، اسم رستوران میکنوسه، اون جزیره میکنوس و یونانی، ولی صاحبش ایرانیه. خب میشناسی یارو پرویز دستمالچی که 10 سال 20 سال تو برلینه، از اون تاریخ قبلش رفیق با صاحب رستوران، رفته تو رستوران، اومدن همه رو به رگبار بستن، 2 تا رو نکشتن، یکی پرویز دستمالچی رو نکشتن، یکی صاحب رستوران رو. بس رو سر میزم کی اینو میگه؟ من بهت میگم، بی بهت میگه. اونایی میگن که دروغ میگن. نه، پرویز دستمالچی بهت میگه، بهزاد بهت نمیگه. پرویز دستمالچی میگه بحث اپوزیسیون که شده بود، صاحب رستوران هم سر میز نشسته بود. یعنی شما فکر کن مجموع اپوزیسیون جهان جمع بشه، صاحب رستوران هم بیاد مثلا کله پزه هم بیاد سر میز بشینه. کی بهت میگه؟ بهزاد بهت میگه برو تو گوش نکن. نه، پرویز دستمالچی بهت میگه، سخنش هست. میگه تو اون گفتگوی اپوزیسیون شرفکنده اینا رو کشتن در برلین، صاحب رستوران هم پای میز بود. آخه چه تجمع اپوزیسیونیه که کله پز هم بیاد بشینه؟ کله پز برخواست و سگ جایش نشست. یا رب این ماتم چرا آینه تقدیر ماست.
چرا کله پز نشسته سر میز. بعد اومده طرف رگبار بسته، میگه نشسته بودم یه دست اومد یه چیز کلوف اومد تو لای پا اینجوری، این بعد یه چیزی نشسته بودم یه دست اومد بغلم اینجوری، بعد همینجوری شروع کرد مسلسل. یعنی اونی که اومده به رگبار بسته اومده بغل پرویز دستمالچی خودش بوده، همه رو به رگبار میبنده. بعد پرویز دستمالچی هم میفته تو زمین میگه من خونی هم اینجوری کنم. بعد اون میاد به هر کی دو تا تیر خلاص میزنه، تق 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 تق، روی پرویز دستمالچی رو نمیزنه، میگه این که خونیه، خب اینم میمیره. به همشون هم 2 تا تیر خلاص میزنه. بعد مقاله پلیس آلمان رو بخونی میگه وقتی اینا فرار کردن هر کدوم 3-4 تا خشاب و 3-4 تا نارنجک داشتن. یعنی به اندازه یه زاغ مهمات اسلحه داشتن اونایی که تروریستا. پس چرا تیر خلاص به پرویز دستمالچی اصلا نکشتنش؟ گفت یه تیر خورده بود یه زخمی شده، مثل فیلم کابوی دیدی یه زخم خراش سطحیه، یه تیر هم یه جوری جعلی درست کردن زده به خودشو، معلوم نیست چجوری، و افتاده اون وسط اینجوری کرده، خون ریخته رو سرش، خون اون یکی، بعد اونم نکشته، این مرده. و هر کدوم 2 تا تیر خلاص زدن. چطور ممکنه تو اسمت اگه بهرام مشیریه، اگه تو اسمت از علیرضا میبودی یا هر کسی دیگه توی اپوزیسیون هستی حرف اونو قبول میکنی، میاری تو شبکه بابی هستی، رضا گوه هرزاد میاری باش صحبت میکنی، تو من و تو میاری صحبت میکنی، میکشن ما رو، خودشون هم میان واسه ما میشن اپوزیسیون. اون آلمانه، امنیت آلمانه یارو پرویز دستمالچی. اینه که بهت میگم آلمان، دستگاه امنیت آلمان، نظام آلمان قبول کرد ایران 4 تا بمب اتمی بسازه. به چه قیمت؟ به قیمت فقر ملت ایران. اینه دیگه. اینه که من میگم باید دفاع کرد از اون ترامپ اومد زد زیر بازی. یعنی اون داستان اوباما هم که دیدین که با برجام و خرجام درست کردن و شوکن رابطه برقرار کردن و یه نفر اومد تو کاخ سفید که این یه نفر اصلا این بازی ها حالیش نیست، یعنی اصلا این چیزا رو نمیفهمه، یعنی این غیر متعارف عمل میکنه با همه روش های سیستم های رئیس جمهور آمریکای قبلی فرق میکنه. اصلا این آدم یه آدم افکارش متمایزه از بقیه سیاست نداره. اصلا میگه سیاست بلده، ولی به سیاستی بلده که میگه من یه سیاستی رو اعمال میکنم که سیاست مدار دیگه اعمال نمیکنن، ضد تمام شبکه‌های در واقع نشریات، ضد تمام تلویزیون هاست، روزنامه هاست، رسانه های در واقع رسمیه. دقیقا مخالفت مورد. خیلی جالبه این مسئله. پرزیدنت ترامپ اومده زده زیر بازی. در هر حال آلمان ها موافقت کردن که ایران اتمی بشه و ملت ایران فقیر بشن، چون ایران باید بشکه بده. اگه ایران بخواد صنعتی بشه، بشکه نده، آخوند نباشه، خب ایران تبدیل میشه به قدرت. یه خلأ اونجا هستش، یک در واقع یه سوراخ اونجا هست به اسم خاورمیانه. اونور دنیا ما ژاپن رو داریم، کره جنوبی رو داریم، اونور دنیا حالا چین مستبد هم هست، اینور دنیا هم چی رو داریم؟ آلمان رو داریم و فرانسه رو داریم و اسکاندیناوی رو داریم. این وسط یه سولاخ به اسم ایران که اون سولاخ توش لجن و کثافت، بالای کثافت ها هم نفت جمع شده. این نفتا رو اینا میگیرن، اون کثافت های بیشتر میشه. اگه ایران بخواد صنعتی بشه که نفت ما نمیفروشیم. ما لوله‌های انرژی که روس‌ها دارن به جای اینکه بخوان به چین از طریق شمال بفرستن، از طریق ایران میفرستن. به جای اینکه از طریق ترکیه بخوان به یونان و کشورهای دیگه گاز ارسال بکنن، میتونن از طریق ایران ارسال بکنن روس‌ها. ما اصلا احتیاج این نفت بفروشیم، ما میتونیم راه نفت رو باز بکنیم، لوله‌های نفت از شمال از سمت روسیه بیاد، خودمون هم گاز تولید نکنیم. ما از طریق ترانزیت گاز میتونیم 100 برابر این نفتی که تولید میکنیم تولید ثروت بکنیم. ما میتونیم صنعتی باشیم و اگه صنعتی باشیم ما نه تنها نفت نمیفروشیم، چون نفت وقتی بفروشی فسفات و مواد سمی یا مواد اسیدی رو وارد خاک میکنی و خاک‌ها رو آلوده بیابانزایی میکنی.
خاک‌ها رو خراب میکنی وقتی نفت تولید بکنی، نفت استخراج بکنی. استخراج نفت برای کشورهای سرسبز سودمنده، چون کشور میتونه اون محیط زیست خودش رو باز تولید بکنه. ولی کشوری که صحرایی کمبود آبه، این نباید نفت تولید بکنه. اون عربستان که هیچی نداره، ایران نباید نفت بفروشه. اینا آمریکایی‌ها زمانی که جنگ جهانی دوم اومدن بررسی کردن، گفتن ایران باید صنعتی بشه وگرنه خراب میشه، یه خود آبادی هم داره از بین میره و از بین رفت، خشکی شد در ایران. نباید ایران نفت بفروشه. اگر نفت فروش صنعتی بشه، حتی نفت کشور همسایه هم میخره، تبدیل میشه به یه کره جنوبی دوم. ما نمیخوایم بگیم ژاپن، این حرف گنده مونده نمیخوایم بزنیم، ولی میتونست بشه یه چیزی شبیه کره جنوبی دوم در منطقه، اون سولاخو پر کنه. ولی این کارو نکرده. اون سولاخ هست در خاورمیانه. آلمان ها موافقت کردن که ایران 2 تا 3 تا 4 تا بمب اتمی داشته باشه به بهانه مقابله با پاکستان. آلمان ها استدلالشون این است، نه خانم مرکل، آلمان ها استدلالشون از مغزا، اون کسانی که تصمیم گیرنده نظام هستن، نه این که دولت میاد و میره. تصمیم گیرهای اصلی اومدن گفتن آقا پاکستان بمب اتم داره و ایران همیشه مورد حمله بوده از کشورهای مختلف، ولی ایران حمله نکرده به جایی خودش. استدلال من نیستم، استدلال جمهوری اسلامی هم نیستم، استدلال آلمان هاست. سلام. و یه مطلب دیگه که درش یه حقیقتی هست، زمانی که پاکستان اون تست اتمی رو کرد در مرز ایران کرد. پاکستان با هند درگیری داره، به هر حال یک کشور پهناوریه در حد خودش، یک کشور بزرگ پاکستان، و با هند جنگ داره همیشه. بمب اتمی رو اومد کجا تست کرد؟ توی کوههای مرزی بین ایران و پاکستان. نقطه که پاکستان بمب منفجر کرد نقطه بود که درست مرز بین پاکستان و ایران بود. یعنی رو مرز ایران بمب اتمیشو تست کرد، تو کوه. فیلمش نشون دادن، تو اینترنت نیست. یه قسمت از کوه کنده شد اصلا. یه قسمت از یه کوه درست رفتن تو کوه، یه بمب اتم منفجر کردن که تو قشنگ وقتی که منفجر شد تو دیدی بعد از انفجار اون تیکه کوه نیست، مثلا نوک یه تیکه کوه زدن با بمب اتم. این کار کرد. یه ارتفاعاتی از وسط ارتفاعات یه صخره بسیار بزرگی یا یه کوه بسیار بزرگی و اون نوکشو پروندن یا یه قسمتشو پروندن با بمب اتم. در مرز ایران بود. این کاری که پاکستان کرد با اون تست اتمی که فیلمش هم نیست، انفجار، من فیلمو دیدم تو آلمان اون موقعی که این تست رو کردن مرتب تو تلویزیون نشون میدادند، پاک شده. اون چجوری بگم، پروفوکاسیونه، در واقع اون تحریک ایران بود. اون بمب اتمی تحریک ایران بود که در واقع یه اعلام خطر بود، اعلام جنگ به ایران بود. از اون موقع ایران جا خورد، همون حکومت جمهوری اسلامی جا خورد، اصلا به روی خودش نیاورد که پاکستان این بمبو در مرز ایران و پاکستان منفجر کرده. نه روزنامه واسط نوشت، نه اون کیهان که میاد ضد آفریقا حرف میزنه، میگه آفریقا جان خال داره، صهیونیست خال داره، این حرفا رو میزنه، امپریالیست، نام استقبال، نام استقبال، از استقبال و استعمال و چرت و پرتا مینویسه. از بام تا شام اون کیهان میاد از استعمار و امپریالیسم آمریکا و چرت و پرت مینویسه. دشمن اون یارو خامنه‌ای که میاد دشمن میکنه. خفه خون گرفتن اون موقع، رفسنجانی قدرت داشت، خفه خون گرفتند، هیچی نگفتن از ترس. چون انقدر شوک بزرگ بود برای ایران. کی بهت اینو میگه؟ بیبی بهت میگه. اونی بهت میگه که 1,000,000 تا سابسکرایبر داره. حرف از سابسکرایبر شد، دوستان حمایت کنید. من حرف میزنم که دیگران نمیزنن. سابسکرایبر کنید، سابسکرایب کنید، دنبال کنید کار منو. کی بهت میگه؟ اونایی بهت میگن که 1,000,000 تا سابسکرایبر دارن دیگه. نه هیچ کی. 182 تا بود شد یکی، پرید رفت.
پخ میکنه میپره میره. تو که پخ میکنه میپره میره نباید بیای پیش من. اگه من پخ میکنم میپری میری، تو جای دیگه است. برو پیش بیبی ننه تو گوش کن، بیبی تو گوش کن. تو مفعولی. تو که از پخ من میترسی، تو برو همون بیبی گوش کن. گیس بذار، گیس مفعولی دیگه. امیر طاهری برو گوش کن، مفعول اونم. تو گیس بذار، برو اون بیبی رو گوش کن. تو به در من نمیخوری، تو اشتباهی. برو پیش همون بیبیت، برو همون پستقی تو گوش کن. اینو بهت کی میگه؟ اون میگه. نه، اینو من دارم بهت میگم. کسی بهت واسه تعریف نکرده. جمهوری اسلامی خفه خون گرفت، ساکت شد، جا خورد. بمب اتمیشو پاکستان اومد تو مرز ایران منفجر کرد، نرفت تو مرز هند منفجر کنه. اینم یه حقیقتی درش هست. بعد ایران اومده دیده پاکستان بمب اتمش اومده منفجر کرده. از سوی دیگه اونی که به ایران تأسیس بمب اتمی داد، کمک کرد، کی بود؟ یه ایرانی بود. کی بود؟ عبدالقدیر خان بود. کیه عبدالقدیر خان؟ یه پاکستانیه که فارسی بلده. هم فارسی بلده، هم خوش ایرانی تبار. آخه تو پاکستان خیلی پاکستانی خودشون ایرانی تبار میدونن. اصلا میگه خیلی هم افتخار میکنم ما ایرانی تباریم. خیلی هم پاکستانی که خودشون ایران، خیلیشون علاقه دارن و دشمنی ندارن، خیلیشون هم دشمنی و کینه ورزی دارن، ولی خیلیشون میگن مثلا پسر عمه پدری من ایرانی بوده، یادش نمیره اینو. فرق میکنه با بقیه که زبان فارسی هم ممکنه بلد باشن یا بگن ما خب جزء منطقه ایران بودیم یه زمانی، یا هند بودیم، یا دشمنی نداریم و اینا هم نه. بعضی اصلا خودشون ایران تبار میدونن. خیلی هن. چندین میلیون نفرن در پاکستان که میگن ما ایرانی هستیم. اون عبدالقدیر خان که یک دانشمند اتمیه، یک آدم بسیار دانا که اون پدر بمب اتمی پاکستانه و واقعا هم دانشمنده ها. یعنی یک آدم نابغه است. یعنی اینی که من با پاکستان قدیم صحبت میکردم، مسخرهشون میکردم، میگفتن این خیلی دانشمند، آلبرت اینشتین پاکستانه، من مسخره میکردم، میگم تو موچی چی باشه، کله پاچه چی باشه، کله پاچه. یا مثلا بهرام مشیری میاد مسخره میکنه پاکستان، دانشمند اتمی پاکستانو دیدی، میاد میگه مثلا پاکستانی‌ها میگن اسلام در اون جن رو میخوان خرج دارن میکنن، میخوان از تو اتم جن در بیارن، این کارو میکنه. اینا مسخره است. اون عبدالقدیر خان که اون بمب اتمی رو درست کرد در پاکستان، او واقعا یه دانشمنده و دکومنتایی درست کرد به زبان انگلیسی فصیح، یک زبان انگلیسی قشنگ، خودش دکومنت درست کرد. چه دکومنتایی از پایگاه‌های اتمی آلمان و هلند خودش فیلم برداری کرد، خودش دکومنت درست کرد. دکومنتایی که درست کرد کار میکرد توی پایگاه اتمی آلمان. شرکت هلندیه ولی کارخانه ها آلمانی بود. تولید نمیدونم در واقع چرخش، نمیدونم این تاسیسات اتمی دیگه، در واقع چی میگم، به سانتریفیوژ و گاز و کارهای اتمی، تاسیسات اتمی. اون شرکت در واقع یه شرکت هلندی بود که با شرکت زیمنس هم کار میکرد. اون شرکت هلندی اتمی، آقای عبدالقدیر خان تو شرکت هلندی استخدام بود. بعد میاد آلمان، تو آلمان فیلماش هست با لباس سفید و تشکیلات، قشنگ میره فیلم برداری میکنه از تاسیسات آلمان و از تاسیسات هلند. اینا رو دکومنت میکنه به انگلیسی خیلی عالی و قشنگ. خودش هم مثل تولید میکنه، یعنی خودش دکومنت تولید میکنه، چندین نوار دکومنت تولید میکنه. روش درست کردن بمب اتم، اصلا غنیسازی چجوری انجام میشه، دقیق با فیلم و مستند. اون فیلم و مستند ایران داره که بتونه بمب اتم رو درست بکنه. اونا رو میفروشه به ایران، اون مستند. و خود عبدالقدیر خان چون خودش رو ایرانی میدونسته و کمک میکنه به اینکه پاکستان اتمی بشه، به ایران هم کمک میکنه، چون خودشو در واقع مدیون ایرانی هم میدونسته، خودشو در واقع به این دلیل که ایرانی هم حساب میکرده، میاد میگه من میفروشم اینو به ایرانی ها که ایرانی هم صاحب بمب اتم بشن، کم نیارن در مقابل پاکستان.
در واقع خیانت نمیکنه به کشور پدری خودش که پاکستانه، خیانت هم نمیکنه به کشور پدری خودش که ایرانه. هم به پاکستان میده هم به ایران میده. البته عبدالقدیر خان به کره شمالی هم کمک میکنه و به کشورهای دیگه، حتی به لیبی هم اون اسناد رو میفروشه. و در ضمن خود عبدالقدیر خان کالاهای اتمی هم برای تأسیسات اتمی، ساختن بمب اتمی اینا هم به ایران میفروشه. حالا اون یه بحث دیگه است. به هر حال آلمان ها موافقت میکنن، میگن ایران میتونه 3 تا 4 تا بمب اتمی بسازه به قیمتی که ملت در فقر بمونن. اینم من بهت گفتم. و با اون تونل حفر کنم، ایران همیشه داره تونل حفر میکنه و موشک دارن درست میکنن و اینا هم اصلا باور نکن. بله آمریکا و یا اسرائیل مخالفت میکنن با اتمی شدن ایران. آلمان ها هم در ظاهر مخالفت میکنن، ولی در باطن میبینی که میان شرفکندی رو میکشن، بختیار رو میکشن، قاتل شرفکندی رو میارن واسه تلویزیون درست میکنن، میارن تو تلویزیون میذارن جلوت. منم اگه حرف بزنم به منم توهین و دشنام میکنه تو و میبینی واسه بازیت میدن آلمانیا. میبینی آلمانیا بازیت میدن. این حقیقتی که بهت گفتم. ما مطلب دیگه این که ببینید چقدر شد، 50 دقیقه شد. مطلب دیگه که خواستم عرض بکنم، من اینو تو هر کلیپی میگم، مطالب علمی فلسفیه. ببینید دوستان، هیچ وقت پدر عمر خیام نادان نبود اسم پسرشو بذاره عمر، یا پدر حکیم ابوالقاسم فردوسی نادان نبود اسم پسرشو بذاره ابوالقاسم، اسم میتونیم بگیم عربی بذاره. نه، اون اسم فارسیه. عمر اسم فارسیه. کی گفته عربیه؟ اینه. کی میگه که قرآن دین اعراب تازیه؟ غلط کرده هر کی گفته. اینه. کیه که میگه اسلام دین بدیه؟ نه، غلط کرده هر کی میگه. اون شیعه است. ببین ما از همه طرف داریم میخوریم. یعنی ما هم چوبو میخوریم، چی میگم، هم چوبو میخوریم هم پیازو، یا هم چیزی اصطلاحی هست، ما جفتش داریم میخوریم. ما هم داریم از اسلام بدبده رو میخوریم، هم مسلمون هم نیستیم، از شیعه داریم قسمت بدشو میخوریم. چجوری عرض بکنم خدمتت؟ ببین ما اگه قرار بود مسلمان باشیم خیلی بهتر بود اینکه شیعه هستیم. به طور عام دارم عرض میکنم. اگه ما مسلمون میخواستیم باشیم تکلیفمون روشن بود، مسلمونیم. ولی تا وقتی که شیعه‌ای، نه تو مسلمونی نه تو یعنی هیچی نیستی. تو صیغه رو قبول کردی، بعد خمس رو قبول کردی. آخه خمسی وجود نداره، 1/5 رو بده با آخوند. آخه همچین چیزی وجود نداره. یا صیغه یا احکام شیعه، یا اینی که یارو چیز کرده. بعد تازه شیعه درش اگر یک مردانگی هم باشه، جوان مردی هم درش باشه، مروتی درش باشه، اونش هم که سرکوب میکنن. آقا میگن آقا حسین بلند شد شمشیر کشید ضد استبداد قیام کرد. خب اینو میگه، گریه هم برات میکنه، ولی گریه میکنه تو سرش میزنه. آقا حسین که میگفت تو سرت نزن. این همون روایت در واقع حسین رو واسه تعریف میکنه، رشادت رو تعریف میکنه، رشادت رو با ذلت تعریف میکنه. یعنی خودش رو به ذلت و خاری میکشه که شکوه حسین رو بخواد به تصویر بکشه. یعنی این اصلا داغونت کرده، از رضا روانی مریضت کرده. این میاد میگه حسین یک جوانمرد بود، با گریه میگه جوانمرد بود. مثل اون که آهنگ میخوند واسه، میگه مثلا اون یارو میگه موسیقی سنتی چیه، میگه دوست دارم، گریه میکنه، من موین واسه میخونه. دیوانه میشی تو رو کرده مریض روانی. علت خودکشی ها اینه، پدر دختر رو میکشه، دختر پدر رو میکشه، پسر برادر رو میکشه. مریض روانی شده ملت. یارو میاد دیگه زندگی چقدر زیبا واسه عاشق، گریه میکنه واسه، با گریه واسه ترانه درست میکنه، اسمش میذاره معین. بعد یکی میاد میگه تو ایران، میگه معین یکی از خواننده‌های مورد علاقه من، میندازنش بیرون. بعد یکی مثل من میاد اینو نقد میکنه، بهم فحش میدن. یارو میاد به اسم بهرام مشیری از رشادت‌های ایرانیان میگه، تاریخ فردوسی حکیم از سنت ایرانیان میگه.
ایران اصلا تاریخ رو میاره جلوت مثل آینه. بعد میگه خب ما میریم و برمیگردیم به یه موسیقی استاد بنان، حالا هر کی فلان استاد شجریان یه موسیقی واسهتون پژمون سنتی، یه بریک کوتاه میزنیم، مشیری میره، بعد میبینی یکی میگه های اینو واسهت میذاره. خب اگه عشقه چرا گریه میکنی؟ مریضت میکنه. اون یکی میاد میگه حسین یک جوانمرد بود، یعنی زیر بار ظلم نرفت، سرشو پایین نکرد، واساد، مرد بود، واساد، جنگ کرد با مستبد، شکست خود ولی ایستاد، پای حرفش، پای اون پرنسیپش ایستاد. حالا اینو به زبان من نمیگه، با گریه و ناله میگه. اگه تو بخوای قدرتمند باشی، جوانمرد باشی، گردنتو میزنه اون شیعه، اون حکومت اومده اون روایت جوانمردی رو با ذلت برات تشریح میکنه، توصیف میکنه. بیماری روانی میشه دیگه. ببین انقدر این اسمشو میذاره اسلام، بعد میان شبکه واسط میزنن میگن بشار اسد خیلی آدم خوبیه، تجاوز داره میکنه ملتشو. چرا؟ چون اسلامه. چرا؟ چون آخوندا بدن. آخوند که اسلام نیست، اون شیعه است. اسلام که شیعه نیست. بعد تازه بشار اسد اومده تجاوز میکنن به ملت بدبخت سوریه، چون ملت مسلمونن کار خوبی میکنه. اسد اینجوری روایت کرده، شدی ضد من، یکم حرف درستی بزنه میزنیش، میگی بهرام مشیری امامه، خداست، جاوید شاه شاهنشاه، امامه. بابا امامت چیه؟ من دارم میگم آقای مشیری تو اگه از ایران میگی، از اون تاریخ ما تعریف میکنی واسه ما، برای ما تاریخ رو میاری تصویر میکشی، تو میخوای بگی موزیک سنتی، یکی نذار که گریه میکنه. اگه نداری نذار، خب یه موزیک غربی بذار. تو که میگی غربی ها فرهنگ دارن، تمدن دارن، همه رو میگی، همه رو تعریف میکنی، بعد موقع موزیک میرسه اونو واسه ما پخش میکنی. خب نذار. اگه نداری خب نذار، تولید نکن. یا کالا درجه یک مصرف کن یا مصرف نکن، یا اتومبیل درجه یک مصرف کن یا مصرف نکن. تولید نکن چیز آشغال که موجب مرگ مردم بشه. تولید نکن یا هنری که موجب مرگ مردم بشه. هنر نیست اینجوری سنتی اسمش گذاشتی، تمام چی مخدوش کرد. آقا ما باید برگردیم به اصل خودمون. 3 اصل قرآن، 3 اصل اسلام چیه؟ گفتار جنگ 1، اصل دوم پندار براندازی، اصل سوم کردار حرب. این واسه تعریف میکنن. برگرد به اصل خودتو. آقا اصل همون اسلام، همون اگه میخوای دین داشته باشی همون اسلام، اگه میخوای دین داشته باشی مسیحی شو، همون مسیح. آقا اسلام هم نمیخواد بشی، مسیحی باش. نمیخواد بهایی بشی، نمیخواد شیعه بشی. تو برگرد به اصل خودت. برگرد. اگه بده چرا اسمش گذاشت ابوالقاسم؟ داشتم شاهنامه رو میخونم امروزی خوده. اگه بده چرا اسمش گذاشت عمر خیام؟ عمر اسمشو گذاشت. خب باباش نمیفهمید اسم بچهش نظر ابوالقاسم؟ بابای فردوسی نادان بود. خب اگه نادان بود اون بچه نمیشد فردوسی، حکیم نمیشد که، حتما باسواد بوده باباش که نمیتونه بی سواد بوده باشه نسبت مسائل. بابا و مادرش که اسمشو گذاشتن ابوالقاسم. خب میفهمیده چرا گذاشته ابوالقاسم، نذاشته نمیدونم مهرداد، نذاشت اسمشو همایون، چرا اسم پارسی نذاشت به قول معروف، چرا اسم ایرانی نذاشت، چرا اسمشو ابوالقاسم گذاشت؟ خب این نشون میده که ما یک بخشی از این روایات راجع به اسلام غلطه، یه بخش بزرگیش غلطه. اینی که حمله کردن اعراب به ما این مستند شده. اینی که آیا ما هممون مقاومت کردیم؟ نه، مقاومت نکردیم. اگر ما هممون
کل ملت ایران مقاومت میکرد در مقابل عرب و در واقع عرب چیز بدتری بودن از اون چیزی که پادشاه ایران داشتن، خب ما مقاومت میکردیم و شکست میدیم عربا رو. ما دیدیم که به سودمونه، در واقع ما عرب رو را دادیم. مقاومت ها شد، جنگ ها هم شد، شکست ها تحمیل شد، ولی در نهایت خودمون هم میخواستیم که حکومت ساسانیان که متجاوز بود برچیده بشه توسط عرب. یک بخشی از این روایت حقیقت داره، یک بخشی از این روایت حقیقت نداره، قلوف شده. کما اینکه ما در مقابل مغول ها هم ایستادگی کردیم، چندین میلیون کشته دادیم، ولی در نهایت به سودمون بود که مغول ها وارد بشن، اون حکومت مستبد رو از بین ببرند. یعنی ما نباید زیاد هم به اسلام حمله کنیم در صورتی که یه شیعه به ما حکومت میکنه، به اعراب حمله کنیم در صورتی که دقیق تاریخ رو نخوندیم، به اسلام حمله کنیم در صورتی که ما نه مسلمونیم نه غیر مسلمون، یعنی یه چیزی وسطیم، شیعه که نه مسلمون. یعنی از اسلام هر چی دیدیم اسلام رفتن حج چیز مضریه. خب برای چی حج؟ خب تو مملکت خود حج کن. حداقل دین مسیحی نمیگه برو حج تو عربستان. اون قسمت های بد اسلامو داریم، بعد قسمت های بد شیعه هم داریم. هر چی که بده ما گرفتیم. اون موزیک سنتی مون هم اون گریه است، عشق با گریه میگه. من میگم اگه تو ضد اسلام حرف نزن، ضد شیعه حرف بزن، ضد اسلام حرف نزن. من میگم هیچ فرقی بین اسلام و مسیحیت و یهودیت رو نداره، زرتشت هم همونه. کما اینکه حضرت محمد هم قرآن رو نیاورد، قرآن رو ما ایرانیا بردیم به عربستان. اگر قرآن رو محمد آورده بود خب درست میکرد، مجلد میکرد، تدوین میکرد. ابوبکر خلیفه شد، چرا تدوین نکرد؟ برای اینکه نبود. بعد عمر اون همه ثروت داشت ولی خودش ثروتمند نبود، آدم با فقرم زندگی میکرد. اگر عمری بوده، چون ما نمیدونیم که برگردی عقب میبینی همه چی عوض شده، چیز دیگه ای بوده. اصلا کسی که اسلام آورد محمد نبود، سلمان بود. اصلا چون ما میبینیم تاریخ 17 شهریور رو دارن برعکس واسه ما توضیح میدن. میگن شاه چیز بوده، ضد شیعه بوده. بله آخرین نطقو کرد ضد آخونده، ولی شاه میرفت هر هفته مشهد. میگن شاه 17 شهریور رو همه رو برعکس کردن، فلسطینیا به سربازا شلیک کردن. میبینی فیلمش هست وقتی برعکس میکنن. جنگ ایران و عراق روایت رو برعکس کردن، همه تاریخ رو برعکس میکنن، هر چی هست چیزی که تو سند داری رو برعکس میکنن. میگن شاه امام بود، میگن شاه دزدی نکرد. آقا بابا یارو 50 میلیارد بچه‌ش پول داره، میگن نه دزدی نکرد. همه رو برعکس. حالا برگرد به 1000 سال پیش، میبینی نه، روایات غلطه. واسه همین ما نباید ضد اسلام حرف بزنیم، ما باید برگردیم به اصل خود. اگه میخوای دینی باشی همون مسلمون باش، همون مسیحی باش. من نمیگم مسلمان باش، مسیحی باش. نمیخواد بابی بشی، نمیخواد شیعی بشی، نمیخواد بهایی بشی. اگه میخوای دنبال دین بری همون اسلام، هیچ فرقی هم نداره، چون دین خوبیه. اگه بخوای دینی باشی فرقی نداره. اون که میگه بکش یعنی خامنه‌ای رو بکش، اون که میگه دست راست پای چپ رو قطع کن یعنی دست راست پای چپ بسیجی رو قطع کن، دست راست پای چپ شیعه رو قطع کن. راست میگه، خوب میگه خامنه‌ای رو بکش. سپاهی که به خواهرت تجاوز کرده رو دست راست و پای چپش رو قطع کن. اونی که اسید به خواهرت میپاشه اونو دست راست و پای چپش رو قطع کن. اسلام خوبه و دین مسیحی هم همونو میگه. منتها دین مسیحی یه بار دو بار گفته اون لباسا رو بفروشید بری شمشیر بخرید، حضرت مسیح میگه یه بار یا 2 بار گفته در کل کتاب. ولی دین اسلام 50 بار 60 بار گفته قتلو. همش همونه. اونم از عشق گفته، اینم از محبت گفته، همشون همینه. تو نباید ضد اسلام حرف بزنی آقای مشیری، تو آقای جلال ایجادی نباید ضد اسلام حرف بزنی. اگه حرفی میخوای بزنی ضد شیعه حرف بزن، ضد شیعه و ضد شیعه حکومتی، نه ضد اسلام.
و نمیخواد تبلیغ بابیگری برای ما بکنی و نمیخواد بگی که در ایران همه ادیان باید آزاد بشن، بهایی هم باید آزاد بشه. بهایی دین نیست و بهایی باید ممنوع بشه. کما اینکه ساینتولوژی ها در آلمان ممنوعن، فرقه های خطرناک در آلمان ممنوعن. ممکن در آمریکا ممنوع نباشه. ساینتولوژی ها یه فرقه است به اسم ساینتولوژی، در آمریکا ممنوع نیست، در آلمان ممنوع کردن ساینتولوژی رو. سازمان مجاهدین تا چند ماه پیش در آلمان ممنوع بود، آزاد شده. اتفاقا جدیداً سازمان مجاهدین، من یه چیزی شنیدم که خوندم که در کنگره آمریکا حدود 200 نماینده، حالا من نمیدونم در کدوم مجلس، به هر حال سناتور بودن، حالا چه از ریپابلیکن هاوس باشه چه از رپرزنتانتن هاوس باشه، فرقی نداره، به هر حال 200 نماینده تاکید کردن که باید به سازمان مجاهدین قدرت بدن و اینا اپوزیسیون. خب راست میگه خیانت کردن، با عراق همکاری کردن، ولی اون خیانت بدتر از اونا سلطنت طلبا کردن. چرا سلطنت طلبا الانش هم دارن خیانت میکنن؟ در حالی که سلطنت طلبا وقت داشتند، 50 سال حکومت کردن در ایران، آخوند و ریشه‌شو نزدن. سلطنت طلبا فرصت رو از دست دادن. معلومه اگه بخوای بگی اپوزیسیون، مجاهدین از سلطنت طلب بهتره. سازمان مجاهدین با اینکه خیانت کردن از سلطنت طلب بهتره و این امر نیکویی است، اینم من بگم. ولی به هر حال فرقه ضاله یا فرقه جنایتکار بابی بهایی باید ممنوع بشه در آینده ایران. حالا اینی که جمهوری اسلامی مخالفت میکنه اون مسئله خودشه، مخالفت هم نمیکنه، بهشون بها میده. به بهایی‌ها پاشون میزنن خارج کشور، میان وارد شبکه میشن، صاحب ثروت میشن، صاحب مشاغل میشن، اهل تسنن نمیشه. من میگم اگر میخوای دینی باشی، همون اسلام، همون مسیحی باش آقا، مسیحی باش، خیلی هم خوبه. زرتشت هم مسیحه، نمیخواد برگردی به یه چیز جعلی به اسم زرتشت. اگه میخوای زرتشتی باشی، همون مسلمان باش. اگه میخوای زرتشتی باشی، مسیحی باش. کتاب اوانگلیوم کتاب اوستاست، اون اوستا چیز جعلیه. من میگم اگه میخوای دینی باشی یا مسلمان باش، من میگم مسیحی بهتره، مسیحی بهتره، مسیحی باش اگه میخوای دینی باشی. اگه میخوای بکوبی، شیعه رو بکوب، نه اسلامو. اگه میخوای نقد بکنی، شیعه رو نقد کن، ضد اسلام حرف نزن. به پایان میرسیم این دفتر رو. ما بحثایی که میکنیم، بحثاش یه مقداری تفاوت میکنه با، اگه میبینی، با دیگران، به خاطر اینکه خب دیگران طبق اون شبکه حرکت میکنن، طبق اون ساختار فرقه، گروه، شبکه، حزب حرکت میکنن. من آزاده ام، حرفی هم که میزنم حرف خودمه و حرفایی میزنم که شما رو به فکر وادار بکنم. فکر تو باز کن، همون ابوالقاسم یادت نره، شیعه رو یادت نره. اسلام هم اگه میخوای ببینی در واقع اون یک مصداقی از اسلام میخوای بدونی کجاست، ترکا رو نگاه کن، ترکیه رو. به اون بهرام مشیری بگو برو ترکیه سر بزن. به پایان میرسیم دفتر را. بدرود.